تقسیم شدن به گروه با واسطه رسمی پرنده های کبوتر، شاهین و پرستو آغاز گردید. خوانندگان یک صنف به 3 گروه تقسیم گردیدند. آنها در صنف 8 مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولوتوف تحصیل میکنند. هدف از تقسیمات رقابت دانش گروهی به حساب می رود. همین طریق درس کشادی نمونوی از فن بیولوژی گذرانیده شد. درس را آموزگاری مؤسسه گلناره یعقوبова تشکیل نمود. وسیله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، فن‌های دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردید که این سالهای 2020-2040 را در بر میگیرد. بنابر همین هم بخشیده به همین سند تاریخی امروز درسمان را آغاز میکنیم. به درس کشاد 17 نفر خوانندگان صنف جلب گردیدند. برای گذراندن آن به گروه ها شرط های گوناگون داده شد. پرسش کوتاه، تصدیق و انکار، چرخ عقیده ها، کار در تخته الکترونی، کار با متن و کار تستی، این از جمله شرط های اجرا کرده خوانندگان به حساب می رود. خوانندگان به 4 قطار در تاجیکستان 385 نمودی پرندگان با میخورند. چندین نمودی خوانندگان در تاجیکستان با میخورند. 33 نمودی کاوکاوس، 15 نمودی مرد و 1 نمودی سرکشت. درس کشادی نمونوی در اساس نقشه شعبه معارف شهر خوجند گذرانیده شد. رفت آن را نماینده از شعبه معارف و آموزگاران مؤسسه تعلیمی شهر خوجند نظارت بردند. بنا به گفته آموزگاری مؤسسه، مقصد از تشکیل و گذراندن این گونه درس‌های کشاد برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان زمینه فراهم آوردن است. این درس با مقصدی بلند برداشتنی سویه دانش خوانندگان و نمودنی جهانبینی خوانندگان اوید به فن‌های طبیعت‌شناسی، اینچنین با مقصد اجرایش نقشه چاره‌بینی ها که در اساس این سند مهم به نظر گرفته شده است گذرانده شده ایستاده است. برگزاری درس‌های کشادی نمونوی از فن‌های دقیق در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ولایت نیز با تکنولوژی معاصر و تعلیم با صلاحیت گذرانیده می‌شود. هدف از این همه طرفه آموزاندن فن‌های دقیق به خوانندگان بوده، آگاه نمودن آموزگاران از ملکه کاری همدیگر محسوب می‌شود. گزارش فرهناز نبی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.